من مسی نیستم، من رونالدویم. بلوگرو دگم نیستای سهریاتش خیستای لباش هلیستای میگه مهم فوریستای او خگنوی نیستم مادا کدانی بود پایتی ششلیک پیو کشایی ایوریش که ما دا لایک مونین ما بلوگرم مخدم درم بدرم سختیستم رولیکم باور کن خیل لایکی میکنی دنیا رو میجم بالا. همین رولیکم باور که اروپا رفتنی بالجوم بود. کرتش دارید و جونش دمیده دوستان عزیز به شما بلیط های ارزون در کور است. با اویاکاس شانوزه زنگ زنید. مرحمت رقم های واتساپ. نو گفتن ماند بلیط ها ارزون و باوری نوک است. بلوگرها راستی که بگو شما صغیره بودید. میخوام یک چیزا پیشکش شما کنم. همین بلوگر میتونه زنان شود مرد، پیر، برنو، کودک، لیکی با پاتریوتی وطن نه هر کس میشود. بلوگرها راستی که بگو شما صغیره بودید. با قول بی‌نظارت بی‌سویه بودید. لیکی هزار رحمت متصدیون با که اساسیاسیون بلوگرهای تاجیکستان تشکیل کردن شما سوی پیدا کردید. بلوگرهای تصادفی پروبکای شبخان پریدن رفتن. اینجا آمده که همه پاتریوت یکایک شما و قرصک برای قدم رنجانونی در خدا می‌زنید. منم یکی ای خوشبختانه شهروندان این جمهوری هستم که ای خاندان ما یک باره 2 نفر بلوگر 6 تا دیگه‌اش باید بیزه بود پریدن رفتن. یکی 2 نفرش که من فخر میکردم تا امروزه. حالی من این حالت‌ها دیدم 2 تا جیان دارم. بیا اینجا بلوگر جانی من هر دو کس بیا تیز بیا بنغمه بیا موی فوریستای یکم کسی است موی خیلی برام چی؟ مادا کدانی بود پایتی ششلیک پیو کشایی عادی خد نده عادی خط نده عادی خد نده یک گپ میگن دیگر و جیگر اینا جیگرن یک شما دیگری راستی که بگم شما اینو 10 قدم بالاییم و برای یک قرصک برای شما اینا بله نه سواد گردنی نه مدنیت فرهنگ و لباس پوشی صدقه آدم شد با تو چه خدا گیرد کارت یا سهر کدی خیست خطا مردم نشتان دادی استای انجا گئی خود بلوگرو دگم نیستای سهریاتش خیستای لباش هلیستای میگه مهم فوریستای او خگنوی نیستم تو که پچه خورست چجا من فقط دارم من دیروز برای جای یکم برای تو هی بلوی خودم هی توی تمکین نداری برای وی یافتم پول در کنه فهمیدی؟ کرتش دارید و جونش دمیده تو چیکار کردی؟ من برای تو جای یکم گرفتم دوادا و کردم قریب من سود کنم اون همه چیزایی که مطلبای تو نشون بدی من فخر میگم جاری من این ناشیری کنه افغانستان میادزین ایران میادزین آمریکا اگه شده یک قرصه برای دوزی همین جدول من یه شهر نمیکنی چه خیلی خکه رولیکم باور کن خیل لایکی میکنی دنیا رو میجم بالا. همین رولیکم باور که اروپا رفتنی بالجوم بود. من مسی نیستم، من رونالدویم. فرقش مسی دا ترخر رونالدو میکفم. ایوریش که ما دا لایک مونین ما بلوگرم مخدم درم بدرم سختیستم شهر نمیکنی چی با؟ همون دختره چی به عذاب دادی ها؟ کیا؟ من دختره که جا کردی که رکلامه کده مورد بود نوارش نگرفتم که در درون خرابالا بله خب برای که لایک بوده که برای چی دختره کرد؟ در آمده در درون خرابالا دیدم دختر خشرو کله دخترک چه شیرینیه با این طرفش گشتم گفتم ای دختر چه مخریقه شیرینی بر شیرینی اهمیتم ندار اون طرف رفتم گفتم ای دخترک چه مخریقه شیرینی دیوانش کردم گفت برگم شمیجا کسلی قندم یکی من خاندار شدم خطی وکا خطی دوای شدی زندگیم کسلی قند شیرین شد خیلی خوبه دیگه دزدی نکنم دیگه همین کاراتا نکن نرمه نکن دیگه تیم او خگنوی نیستم گلی گوشکوک گوشتا میکنی کیف میکنی من همین که جا بشکنیم ما تمامی دنیا ما تماشا میکنن شهر نمیکنیم تاجیکستان های دولتی صاحب استقلال های آفتابرویه دوشنبه هر روز صحیفه نو برین خودشا ایواز میکنن درباره اینجا میمورین گپ زدیم ای که اینجا میدیزین مقاله و متریال با خودی کردن ما اکیل یک سال شدیم ای فعالیت قریب که دوره برای چی بگو؟ برای چی؟ برای که وقتی تعمیر از 100 بلاگان ترکیش شد ما پریدیم
Gülçin. Gülçin judo kadan Gülçin. باید به حقیقت رسد. آه. انا گلچینو، انا حقیقت جویو و از شما نیز خواهش میکنم که روز به روز مشکل میشود انتخاب بلاگر رو. خواهش میکنم که دیگر به منافع یگان کس شخصیت کار نکنین. او پولداره و ثروتمنده. به منافع جامعه کار کنین. برای تاجیکستان کار کنین. زیبایی تاجیکستان را نشان کنین. احتراماً خواهش میکنم یک ترسک دیگر برای تکلیف‌های بنده یک سخن آخری تکلیف رو. هستن نفرایی که بیمار روحی هم در کوچه میگردن. ایمان خودتر میدونید. بعضی ها میرن به مالون همون رو میگیرن ثبت میکنن ما پولگیر یک دوته ما پولگیر یک کس دشمن کن و یا دوستای خدا هم و یا بیماری روحی هم همونو به نرسیم. اگر گپون پیسان باشد ترسک زنید، اگر نباشد تشریفت نیستم مزاریت نیستم نگرم خیلی نه. نه که کوی اعتراف کردن در کوزان را که زن. قیمتی زن هم در نزد پروردگار هم در نزد بشریت والای سخنهای بهتری گفتن در کن. بله. کفترچه تقم نباشه ایمانی. کفتر بازی دیگر کاربازی مور زیر نظارت تیزون بازی هر کس فقط. برای نوار خودش برای پیشنهاد خودش برای سمت کار خودش باید که در نزد قانون جمهوری تاجیکستان باید جواب از این خاطر یک گپ دیگر کدام با یک زنی با کسری روحی دیدم با نشان میکنم همون هم خواهر دارد برادر دارد مانند ما و شما نزدیکای ما و شما بیمار شویم این ننگ ما ناموس ما خرسک برای همین گونه برادرای میزنم که اروی حقیقت و اروی وجدان نیله اروی ایمان کار کنیم بلاگران جمهوری تاجیکستان و پیش برای کار، کلگاری. بخیار مجیدوف تبریک بگیم شما رو.